بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. قال امیر المؤمنین علیه السلام: ان لله عبادا کسرت قلوبهم خشیة الله فاستنکفوا عن المنطق و انهم لفصحاء عقلاء الباء نبلاء یسبقون الیه بالاعمال الزاکیه لا یستکثرون له الکثیر ولا یرضون له القلیل یرون انفسهم انهم شرار و انهم الاکیاس الابرار. این روایت بسیار شیرین است که ابی عراکه از امیر المؤمنین علیه السلام نقل میکنه. میگوید من شنیدم که آن حضرت میفرمود برای خدا یه بندگانی است که خشیت و ترس از او قلب‌های اینها را شکسته. این بندگان خدا قلب‌هاشون شکسته شده از خشیت پروردگار. قلب شکسته قلبی است که صاحب اون قلب هستی خودش رو از دست داده. دیدین انسان وقتی به نسبت به موضوعی از موضوعات یا نسبت به شخصی از اشخاص عرض کنم که قلبش میشکنه و هستی خودش رو از دست میده، یعنی اون قوامی که باید قلب داشته باشه اون قوام رو نداره. خدا هم یه بندگانی داره که خشیت الهی قلب‌های اینا رو شکسته، یعنی هستی اینها رو گرفته، وجود دیگه ندارن. فاستنکفوا عن المنطق، فای تفریعه، یعنی حالا که اینطور شده قلب‌ها شکسته، اینا دیگه زبانشون گویا نیست، صحبت نمی‌کنن، استنکاف میکنن از صحبت کردن. کسی که دلش شکسته حال صحبت کردن نداره. اینایی هم که از خشیت پروردگار قلوبشون منکسر است، اینا استنکاف میکنن از صحبت کردن. و انهم لفصحا، نه اینکه نمیتونن صحبت کنن، اینها از فصحا هستن، از افرادی هستن که فصیحن، خوب میتونن مطلب رو بیان کنن، شیرین بیان میکنن، اما زبانشون بسته شده. عقلا، از جهت عقلی اینها دارای عقل بسیار خوبی هستن، جزء عقلا هستن. البا، دارای مغز عرض کنم مغزهای متفکرن. البا نبلا جمع نبیله، اینا نجیب هستن، خیلی آدم های نجیبی هستن ولی نمیتونن صحبت کنن. یسبقون الیه بالاعمال الزاکیه، اینا سبقت میگیرن به طرف خدا، به سوی خدا، به قرب به پروردگار سبقت میگیرن به خود خدا. یسبقون الیه بالاعمال الزاکیه، با اعمال طیب و پاک، اعمالی که اینا رو رشد میده، اعمالی که اینا رو بالا میبره، اعمال طیبی که اینا رو بالا میبره. از زاکی در لغت به معنای النامی الطیب، مؤنثش میشه زاکیه. نامی یعنی نمو کننده، ولی رشد کننده. اعمال اینا اعمال نامی است، یعنی اعمالی است که دائما در رشد و نمو هستش،
و طیب هسته. خب بدونید که اعمالی که عرض کنم که مؤمنی رو بالا میبره حتما باید طیب باشه. اعمال اینا ما چرا زاکیه فرمود مؤنث؟ به خاطر اینکه اعمال جمعه، فرمود اعمال زاکیه مؤنث مجازی است. یسبقون الیه بالاعمال زاکیه، اعمالشون اعمال پاک و طیبه. لا یستکثرون له الکثیر ولا یرضون له القلیل. اعمال زیادی که انجام میدن، شب تا صبح عبادت کرده، اینا اصلا به چشمش نمیاد. این اعمال کثیر یعنی واقعا زیاده، شب تا صبح عبادت کرده ولی اصلا به چشمش نمیاد که این عمل زیادی انجام داده. ولا یرضون له القلیل. اگر عمل قلیلی انجام بدن راضی نمیشن، قلبشون راضی نمیشه که برای خدا کاری انجام بدن، این کار چی باشه؟ قلیل باشه، کم باشه. لا یرضون له القلیل. حالا شاهد مثال اینجا، یرون انفسهم انهم شرار. شرار جمع شر، مؤنث شره میشه. آدمی که شره جمعش میشه شرار یا اشرار یا اشراء، 3 تا جمع داره. اینا خودشونو یرون انفسهم شرار، اینا خودشونو آدمای شر میبینن. یعنی وقتی به خودشون مراجعه میکنن نه اینکه میپندارن آدمای شری هستن اینطور گمان میکنن، نه میبینن. یرونهم یعنی میبینن انهم شرار، اینا خودشون اینطور میبینن که اینا آدمای شری هستن. خیر ازشون نشأت نمیگیره، کار خیر نمیکنه. بعد امیرالمومنین میفرماید انهم اکیاس الابرار، در حالتی که حقا و یقینا امیرالمومنین میفرماید که اینا کیسترین افراد هستن و اینا از نیکانن، ابرار هستن. عرض کردیم بارها، عرض شد که کیس در الفاظ ائمه علیهم السلام مراد کیس آخرت هست. خودشون فرمودن انما الکیس کیس الاخره. فقط اطلاق کیس در عبارات ائمه طاهرین، کیس یعنی زیرک، به کی گفته میشه؟ به اون کسی که در آخرتش زیرکه، نه کسی که در دنیا زیرکه، میتونه خوب پول در بیاره، میتونه خوب تجارت بکنه، به اون کیس گفته نمیشه در اطلاق روایات ها. انما الکیس، فقط کیس حصر میفرماید انما الکیس و کیس الاخره. ما 2 تا کیس نداریم در لسان ائمه طاهرین، کیس آخرته. اونا زیرک هستن. کیا زیرک هستن؟ اونایی که خودشونو وقف خدا کردن، اوقاتشونو وقف خدا کردن، اعمالشونو برای خدا کردن، اصلا برای غیر خدا در صفحه زندگی اونها چیزی مطرح نیست، آنچه هست خدا هست و بس. اینا کیس هستن. از عمرشون، از ساعاتشون، از لحظاتشون، از دقایقشون نهایت استفاده و بهره رو میبرن. اینا کیسن. اگر نبرن که کیس نیستن. زیرک اونه که برای آخرت خودش تا میتونه کار بکنه، تا میتونه اعمال صالحه انجام بده. این زیرک هست. خب امیرالمومنین میفرماید اینا خودشون آدمای شر میپندارن که آدمای شری هستن، در حالتی که اینها از اکیاسن، از زیرکانن. اینا خودشونو به غیر خدا ندادن و به غیر خدا معامله نکردن. ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. شرایی که اینا کردن با خدا معامله کردن، خودشونو به خدا دادن، به خدا فروختن، در قبالش بهشت گرفتن. ان الله اشتری من المؤمنین، خدا از مؤمنین انفس و اموال اونها رو خریده. اینا با خدا معامله کردن. خب
اینا که با خدا معامله کردن خودشون اینطور میبینن که آدمای شری هستن، در حالی که اینها از ابرارن. امیرالمومنین میفرما از نیکانن و انهم بله یرون انفسهم انهم شرار و انهم اکیاس الابرار. خب مؤمن باید اینطور باشه. از صحبت‌های جلسات قبلی که عرض شد، این که انسان نباید به واسطه یک خواب یا یک مکاشفه‌ای که دیده، یک خواب خوبی دیده، خودش رو در اعلی علیین فرض کنه، ببینه در اونجا سیر میکنه و همه افراد پایین دستش هستن و اونا هستن. یا یک شبی برخواسته برای نماز، خودش رو در عرش برین ببینه و همه را در عرض سفلا. اینطور نیست. خودش رو هر عملی هم داشته باشه، عمل خیری هم بکنه، عمل خودش رو صفر ببینه و خودش هم شر ببینه، نه اینکه هیچ نبینه. ما تا حالا میگفتیم هیچ نبینه دیگه. امیرالمومنین دارن اینا رو مدح میکنن، اینا همچین صفتی دارن که اینا خودشون رو شر میپندارن، که آدمای شری هستن، در حالتی که اصلا شر از وجود اینا نشأت اصلا تراوش نمیکنه. چون خیر محضن آدمی که از ابراره، از نیکانه کار بد میکنه، کار شری انجام میده. مثلا حرفی بزنه که دل همسایش بشکنه، دل رفیقش بشکنه، دل ایالش بشکنه، کاری بکنه که دل ایالش بشکنه، این کارا انجام میده. ابدا و کلا. اصلا غیر از خیر از وجود اینها تراوش نمی کند. اینهایی که ابرار هستن دیگه، میفرمان حقیقتا ابرارن، نه اینکه خودشونو میپندارن و اینا تخیل میکنن که ابرار هستن. امیرالمومنین که داره میبینه دیگه، حضرت میبینن، نه اینا ابرارن حقیقتا. انهم یعنی حقیقتا، تحقیقا. نه برای تحقیق، حقیقتا، واقعا اینا از ابرار هستن، ولی خودشونو شر میپندارن، آدمای شر. مؤمن باید به این درجه برسه. اگر کسی در مقام آدمیته که به مقام صلاح و فلاح برسه و جزء مفلحین بشه و جزء فائزین بشه، باید به این حال برای او حاصل بشه که خودش رو آدم بدی بپنداره. اول باید اینطور باشه، خودش رو آدم بدی بپنداره تا بعد خودش رو بد ببینه، یرونه، ببینه آدم بدی هستی. یرون انفسهم. چقدر اینا مقام دارن، چقدر مقام داره که خوبی غیر از خوبی از او تراوش نمیکنه، ولی خودش رو عرض کنم که از اشرار میدونه. اینا چقدر خوبه، عملش هم هیچ نمیپنداره. اون چه عمل انجام میده اصلا براش هیچ چیزی نیست، این اعمال چیزی نیست. وقتی نگاه به بزرگان میکنه، به بزرگان دین و حضرت امیرالمومنین علیه السلام و ائمه طاهرین میکنه و اعمال اونها رو میبینه، عمل خودش رو میبینه، نه کمن نه کیفن، نه از جهت کمیت نه از جهت کیفیت، در هر دو میبینه ساقط هستش. کجا میتونه به اعمال اونها برسه؟ کجا میتونه برسه؟ وجود خودش رو هم وجود شری میپنداره. وقتی اون انفاس طیبه رو میبینه، وقتی ائمه طاهرین رو میبینه، خودش رو آدم خوبی نمیبینه، با اینکه از خوبان و از نیکانه. به این مرحله انسان باید برسه، به این مرحله باید برسه، به این مرحله با چه کاری، با چه ترفندی
ما به این مرحله خواهیم رسید، این مهمه، با مراقبه. هرچی مؤمن مراقبه خودش رو بیشتر بکنه و دقت در اعمال خود و سیر نفسی خودش رو دقت و احتساب بیشتری بکنه، به این معنا بیشتر واقف میشه. اگر در مقام عمل باشه ها، دائما به خودش حسابرسی بکنه، نه اینکه فقط شب موقع خواب حساب برسه که اون از واجباته، از اوجب واجباته که مؤمن در طی روز مراقبه داشته باشه و آخر شب هم محاسبه بکنه. اگر اعمال نیک انجام داده شکر خدا و اگر اعمال نیک انجام نداده که بر سر خودش بزنه و طلب مغفرت از خدا بکنه و از خدا بخواد که عمرش به بطالت نگذره. اینا واجبات. ولی مؤمن به همین که مؤمن در حینی که مراقبه داره، در حین اون حین محاسبه داره که من کجا هستم، چی کار میکنم، چقدر جلو رفتم، عقب گرد کردم، جلو رفتم. علامت این که جلو رفته چیست؟ خوندن نمازهایی که خونده این علامته؟ نه. عباداتی که کرده؟ نه. علامتش اینه که نمازها باید بخونه، عبادت باید بکنه، اعمال صالحه باید انجام بده. اینا همه مفروغ عنه که انجام میده. علامت این که این جلو رفته، علامتش اینه که محبتش نسبت به دنیا کم شده، تا اینکه قطع میشه محبتش به دنیا، نسبت به زخارف دنیا، نسبت به زینت‌های دنیا این محبت فروکش میکنه. از اون طرف به آخرت اقبال میکنه، نفس میدوه به طرف آخرت، میدود به این که وقت نماز اول وقتشو با حضور قلب هرچه تمامتر بخونه، میدود به این که کارهای نیک انجام بده. به خدا پناه میبره از اینکه مبادا یک کار خلافی انجام بده، عقب گرد بکنه. دائما مراقبت، مثل راننده‌ای که دائما مراقبه که تصادف نکنه. مرحوم علامه والد رضوان الله علیه میفرمودن راننده خوب میدونید چه کسی؟ میفرمودن اون کسی نیست که به کسی نزنه، اون راننده خوب نیست. راننده خوب اون کسی است که طوری رانندگی کنه که کسی به اون نزنه. شما اگر یه ترمز بگیرید خطأً، یه ترمز بگیرید، ماشین عقبی به شما میزنه. حالا خطأً هم نگیرید، شما ترمز بگیرید، یه نفر از جلوتون اومده رد شده، پاتون رو ترمز باید بذارید دیگه. راننده عقبی هم داره با سرعت میاد به شما میزنه. شما باید یه طور رانندگی کنید که اگر فرض کنید الان یه بچه از عرض کنم که این ور خیابون بدود به اون طرف خیابون، شما اگر ترمز محکم بزنی ماشین عقبی به شما نزنه. چطور باید رانندگی کنید؟ باید سرعتتون سرعت مجاز باشه، بالاترش احتیاطات بیشتر رو در رانندگی لحاظ بکنید. حالا یه بخش شما عرض کنیم در راه خدا به عینه همین مسئله هستی. باید آدم مواظب باشه یه خطا سر نزنه ازش، یه خطا سر نزنه. خطاهایی که دیگران نسبت به انسان میکنن، طرف تجاوز کرده نسبت به انسان، حرف زشتی زده، تجاوز دیگه، حرف زشتی زده، انسان بتونه کنترل بکنه خودشو، جوابشو نده. اگر چه داریم بله من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم، این مقداری که ولی اون عفو خیلی بالاتر از این معنا. ولی در عفو لذتی است که در انتقام نی.
اگر اهل بیت انسان به واسطه کثرت کارها مشغولیات عصبانی شد یه حرفی زد، شما اگر کنترل کردی، عرض کنم جلو رفتی، خودتو کنترل کردی. اما اگر نه جواب دادی شما مثل همون شدی. ولی جایی لازمه که انسان حقگویی بکنه. خب با لسان طیب، با لسان لین اینا حق رو میگه، اشکال نداره. میگه خانم شما اینجا اشتباه کردی، اینطور هسته. اگه گفتم من اشتباه نکردم، بگم ما اشتباه کردیم، اشکالی نداره. بعد خودش هم به اشتباهی به پی میبره که ما اینقدر در مقابل حق، حرف حق، عرض کنم که تنازل کردیم، حرف باطل رو به این صورت به نحو احسن رد کردیم، حرف باطل رو، کار باطل رو به نحو احسن رد کردیم. خود طرف شرمنده میشه. این همونه، مثل همون رانندگی میمونه. آدم رانندگی میکنه، مواظب کسی بهش نزنه. اگر بهش زد مواظب باشه که اقل و ضررن باشه. اگر بهش زد اون زدنش رو به نحو احسن رد کنه تا بتونه قرب به حضرت حق حاصل بکنه. قرب به حضرت حق که همش نماز خوندن و روزه و قرائت قرآن نیست که اینا همه هست. طرز معاشرت، نحوه معاشرت با مردم، با عیال، با فرزند، با رفیق، با غیر رفیق و سایر اموری که وارد هست. اگر بخواد از اون میهای بهشتی گیرش بیا، از میهای بهشتی که گیر اولیاء خدا اومده، گیر مرحوم عرض کنم که ملا صدرا اومده، گیر مرحوم حاج ملا هادی سبزواری اومده. بله چقدر خوب فرموده. یه دیوانی داره، دیوان اسرار. مرحوم حاج ملا هادی سبزواری از علماء جندار مقرب درگاه الهی، از خوبان بوده. خیلی فضائل داشته. حالا ما در مقام بیان نیستیم. صاحب کتاب اسرار و منظومه حاجی سبزواری که الان جزء کتب درسی فلسفه است که خونده میشه، منظومه که کتاب بسیار ارزشمند. مرحوم آقای انصاری رضوان الله علیه ایشون میفرمود که هر دوی اینها، هم مرحوم ملا صدرا هم مرحوم حاجی ملا هادی سبزواری، هر دوی اینها اهل معنا بودن، اهل توحید بودن. ولی حاج ملا هادی قوی تر بوده، در توحید قوی تر بوده. و موقعی که از دار دنیا میره در حال جذبه از دنیا میره، در حالت جذبه، همون جذبه‌ای که فرمود جذبت من جذبات الرحمن توازی عمل الثقلین. یه جذبه از جذبه های الهی وقتی شامل حال بنده بشه، این با عمل جن و انس برابری میکنه. یه جذبه الهی در حال جذبه بوده. 3 روز مرحوم علامه وارد میفرمایند 3 روز در حال جذبه بوده و وقت نمازها این افتاده بوده دیگه، افتاده بوده. وقت نمازها که میشده سر اذان ظهر چشمشو باز میکرده، میبسته. این نمازش بود. بیش از این که نمیتونست. موقع نماز مغرب عشا همینطور، موقع نماز صبح همینطور. فقط در وقت نمازها چشمشو باز میکرده و میبسته. چقدر عالی فرموده. ما ز میخانه عشقیم گدایانی چند، باده نوشان و خموشان و خروشانی چند. سخن عشق یکی بود ولی کاوردند به میان
زمره نادانی چند. نه در اختر حرکت بود نه در قطب سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینانی چند. اگر توفیقی باشه انشاءالله این اشعار رو انشاءالله بیانش رو برای جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.